همیشه در سایه هستم، حتی وقتی به سمت نور میروم. در شرف نابودی و بازسازی جهان هستم، نه برای جلال و نه برای قدرت، بلکه برای تغییر، چون من در آخرین لحظه از سایه بیرون میآیم. لوکی زیبا، باهوش و بی‌اندازه فریبکار بود. در دلش آتشی برای دیده شدن و بازی با قواعد جهان جاری بود. این آتش نه از سر شرارت که از میل به آزمایش و تغییره. لوکی در میان خدایان آزگارد بزرگ شد. خدایان آزگارد اونو به میان خودشون آوردن چون که اونو خطرناک میدونستن. در حقیقت میخواستن که اون رو نزدیک خود و تحت کنترل داشته باشن. و علاوه لوکی براشون سودمند بود. به اونها در امور مشاوره میداد، گاه مشکلات رو حل میکرد و گاه نجات بخش بود. اما چیزی که خدایان نسبت به اون غافل بودن این بود که هر یاری لوکی بذر فاجعه‌ای رو در دل خودش داشت. به بیان دیگه لوکی مثل آتش بود، هم گرما میبخشید، هم میسوزاند، هم مفید بود، هم میتونست ضرر برسونه. و شاید همین ویژگی بود که باعث میشد خدایان شیطنت‌ها و خیانت‌های لوکی رو تحمل کنن. حتی بارها پیش میومد که لوکی اونها رو مسخره میکرد و بهشون میخندید. با گذر زمان اما حیله‌های لوکی جدی‌تر شدند. او به دشمن خدایان بدل شد، زمانی که کار نابخشودنی کرد و زمینه مرگ بالور رو فراهم کرد. بالور فرزند اودین و ملکه فریک بود، صلح طلب و خدای نور و صداقت و محبوب ترین موجود در سرتاسر آزگارد. ملکه فریک چون این فرزندش رو خیلی دوست داشت، نوح قلمرو رو طی کرد و از تمام موجودات عهد گرفت که به بالور آسیب نرسونن و همه موجودات با او سوگند یاد کردند. همه به جز یک بوته گیاه، یه بوته گیاه به نام دارواش. فریک به همین مناسبت ضیافت بزرگی برپا کرد. همه خدایان حضور یافتند تا نامیرا بودن بالور رو آزمایش کنند. آزمایش به این صورت بود که هر یک از خدایان با تیری به سمت بالور شلیک میکرد یا با چکشش به بدن او ضربه میزد و میدید که اون نامیراست. اما لوکی هرگز به بالور درخشان اهمیت نمیداد و نامیرا بودن اون یه جورایی مطابق میلش نبود. تصمیم گرفت که قانون رو بشکنه. شاید هم یه جوری میخواست که خدایان رو از این جشنی که گرفتن ناامید کنه و به اونها بخنده. اینجا لازم اشاره کنم که لوکی یه توانایی ذاتی داره که میتونه شکل خودش رو تغییر بده، به شکل حیوان یا یه انسان دیگه یا هر موجودی تبدیل بشه. تو همین ضیافت لوکی به شکل یه پیرزن در اومد و پیش فریک رفت و از او پرسید چرا خدایان به بالور حمله میکنند؟ فریک هم در مورد سوگندها و نامیرا بودن بالور به پیرزن گفت. پیرزن از فریک پرسید اما مطمئناً همه چیز سوگند یاد نکردن، درسته؟ فریک کمی تأمل کرد و پاسخ داد که به سراغ دارواش نرفتم. آخه یه علف هرز کوچیک چه خطری برای خدا داره؟ در این هنگام بود که لوکی فهمید باید چی کار کنه. او برای یافتن دارواش بیرون رفت. هنگامی که بازگشت ضیافت به اوج خود رسیده بود، اما یک نفر خیلی از این میهمانی لذت نمی‌برد. برادر نابینای بالور به نام هاودر. اینجا بود که لوکی حیله‌گر نقشه خودش را کشید. اون نزد هاودر رفت و به او پیشنهاد داد برای حضور در جشن تیری پرتاب کنه. هاودر ابتدا نابینا بودن خودش رو بهانه کرد و این پیشنهاد رو رد کرد. اما با اصرار لوکی که پیشنهاد داد من کمکت میکنم، راهنماییت میکنم برای هدفگیری، راضی شد. لوکی هم تیر اون رو به دارواش آغشته کرد، کمک کرد که کمان رو به سمت برادرش هدف بگیره و تیر پرتاب شد. بالور درخشان کشته شد و نور او از بین رفت.
خدایان که بهت زده بودن و نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده، تصمیم گرفتن که به دنیای مردگان برن، از ملکه دنیای مردگان یعنی هل بخوان که بالور رو برگردونه. هل دختر خود لوکی همسری داره به نام آنگربودا. این 2 فرزند دارن به نامهای هل، همون ملکه سرزمین مردگان، یورمونگاندر یه مار عظیم الجثه و فنریر گرگی بزرگ. هل به خدایان گفت که از روح بالور صرف نظر میکنه اگه همه موجودات در سوگ بالور گریه کنن. خدایان هم دوره افتادن که از همه موجودات بخوان که برای بالور سوگواری کنند. در این بود که لوکی نظاره‌گر خدایان بود. نمیخواست اجازه بده که کارش بی نتیجه باقی بمونه. اما اگه مستقیم با بازگشت بالور مخالفت میکرد، ممکن بود حیله او آشکار بشه و به دست داشتن او در قتل بالور پی ببرند. بنابراین او خودش رو به شکل یک غول وحشی در آورد و منتظر بود که خدایان نزد اونم برن. تا اینجای کار همه موجودات برای بالور سوگواری کردن و خواهان بازگشت اون بود. فقط مونده بود همین غولی که لوکی به اون تبدیل شده بود. وقتی خدایان نزد این غول رسیدن، از اون خواهش کردن که برای بالور سوگواری کنه، اما غول نپذیرفت. هرچی اونها بیشتر خواهش میکردن، غول مصممتر درخواست اونها رو رد میکرد. وقتی که ناامیدی به چهره خدایان نشست، غول نتونست خودش رو کنترل کنه و در این لحظه بود که بلند شروع به خندیدن کرد. اما این خنده ها بسیار آشنا بودن. در واقع خنده های تمسخر آمیز لوکی برای همه آزگارد شناخته شده بود. خدایان که اینجای کار متوجه حقه لوکی شدند، آماده مبارزه با اون شدند. لوکی سریعا تبدیل به یک ماهی شد و به درون آب فرار. تقریبا داشت موفق میشد که سور از راه رسید. اون ماهی رو از آب گرفت و لوکی به اسارت در اومد. خدایان لوکی رو به غاری بردن و اون رو با ماری بزرگ به زنجیر کشیدند. برای عذاب بیشتر اون، مار قطره قطره زهری رو به روی لوکی میچکون. این زهر برای لوکی بسیار دردناک بود، به طوری که هر قطره که به روی اون میچکید، فریادهای لوکی تمام مناطق اون اطراف رو میلرزوند. قرار بر این بود که لوکی برای همیشه در اون غار زندانی بمونه. اما حتی در بند، لوکی در انتظار روزی بود که آزاد بشه، روزی که نظم فرو بپاشه و او آخرین خنده های جهان رو فریاد کنه. با فرارسیدن رگناروک، لوکی از بند آزاد میشه و همراه فرزندانش به انتقام خدایان میره.